11 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در حاشیه فورум صلح و اعتماد در شهر اشخاباد با پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف ملاقات نمودند. در ملاقات یک زمره مسائل وابسته به تحکیم و گسترش منبعد همکاری گوناگون جنبه دو کشور بررسی شد. سرور دولت ما محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان جانبداری در روحیه شریکی استراتژی رشد دادن همکاری با ترکمنستان میباشد. توجه زیاد به تقویت همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری، گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های نقلیات، انرژتیک، صنعت، کشاورزی و دیگر سمت‌ها ظاهر گردید. علاقمندی هر دو کشور به گسترش رابطه‌های فرهنگی و بشری تاکید گردید. در جریان صحبت همچنین مسائل همکاری در دایره سازمان‌های منطقوی و جهانی مورد نظر جانب‌ها قرار داشتند.